اکنون می‌آموزیم که چگونه مدیتیشن را انجام دهیم. برای انجام مدیتیشن، اولین نکته وضعیت بدنی است. شما شاید به هر وضعی بتوانید بنشینید. این وضع بدنی باید احساس راحتی خیلی زیاد و بدون حرکت بودن را شامل شود. ما می توانیم چه بر روی سطح زمین یا بر روی صندلی به مدیتیشن بپردازیم. می توانیم در هر مکانی فقط با داشتن احساس راحتی لازم به مدیتیشن بپردازیم. به راحتی بنشینید. زانوهای خودتون رو جمع کنید. انگشتان خودتون رو به هم زنجیر کنید. حالا چشمان خودتون رو ببندید. از داشتن فکرهای مخشوشگر ذهن دوری کنید. فقط آرامش. کاملا آرام. فقط احساس آرامش کرده. وقتی که ما زانوان خود را جمع می‌کنیم و انگشتان خود را زنجیر می‌کنیم، جریان انرژی در اطراف ما صورت گرفته و به ما توانایی می‌دهد. چشمها درب‌های ذهن ما هستند. پس چشمان باید بسته باشد. هر گونه فعالیت ذهنی و درگیر کردن ذهن به موضوعات دیگر در این شرایط باید متوقف شود. وقتی که بدن در آرامش قرار گیرد، هوش ذهنی به منطقه دیگری سیر می کند، یعنی مغز و روح. مغز محلی است که افکار فردی در آنجا تجمع می کنند. همیشه انواع مختلف فکرها به سطح ذهن فرد منتقل می شود. هرگاه که در ذهن یک شخص فکری نقش می بندد، سوالات فراوانی پدید می آید که می تواند مشخص یا بدون پاسخ باشد. برای اینکه شخص بتواند قوای فکری و روحی خود را تقویت سازد، باید مهارت تفکرش را توسعه دهد. مشاهده جزئی از طبیعت افراد است. پس شخص باید به درستی در این حالت تنفس خود را تنظیم کند. با هوشیاری تنفس نکنید. با هوشیاری دم و بازدم نکنید. اجازه دهید که دم و بازدم شما به خودی خود اتفاق بیفتد. فقط تنفس طبیعی را انجام دهید. این امر خیلی کلیدی است. این روش صحیح است. وارد فکرهای مختلف نشوید. به سوالاتی که در مورد این فکرها پیش می آیند تمرکز نکنید. اگر فکری به ذهنتان نفوذ کرد، برگشته و الگوی تنفسی خود را تصحیح کنید. الگوی نرمال تنفسی را حفظ کنید. با تنفس صحیح جلو روید. سپس میزان فکرها کاهش می یابد. به آهستگی تنفس نازکتر و کوتاه‌تر انجام می شود. نهایتاً تنفس به کوتاه‌ترین طول خود می‌رسد و سپس تبدیل به یک نور لحظه‌ای در بین دو ابرو می‌شود. در این وضعیت شخص دیگر تنفس و اندیشه‌ای نخواهد داشت. او به طور کامل از افکارش دور و خارج می‌شود. به این وضعیت بدون اندیشه بودن میگویند.
این شرایط در آغاز باید اعمال شود. در این وضعیت ما در بین انرژی هسته‌ای قرار داریم. هر چقدر میزان مدیتیشن یک شخص بیشتر باشد، انرژی هستی بیشتری دریافت خواهد کرد. این انرژی هستی به انرژی بدنی میپیوندد. این رو هم بهش میگن بدن اتری.